داش مرتضی حامد همیشه انقدر بد اخلاق و بدمنوقه؟ داش تقریبا همیشه اینجوریه، ولی تو موارد خاص اخلاقش خیلی عوض میشه، تو نمیری. مثلا چه موارد خاصی؟ عجله نکن داش، حالا میبینی. آقا بذار یه جوک بگم حالا هوامون عوض شه. داش حامد میدونی وقتی تلویزیون‌ها با هم کار خصوصی دارن چی میگن؟ نه. میگن بیا تیوی کارت دارم. داش بنا تحویل بگی، موارد خاص تشریف آورده. یا الله سلام علیکم، خیلی خوش میشم. ببرم داشو، ببرم. سلام بچه‌ها، چطوری؟ خوبی مرتضی؟ سلام قناری، دورت بگم کبوتر. حالا کارو نگاه کن. سلام. نه حالا میدونستی تلویزیون ها وقتی با هم کار دارن به هم چی میگن؟ شما هم چی میگن؟ میگن بیا تیوی. وایسا، شما میدونستی توی حبوباتا بی خداترینشون کدومه؟ نو خدا. اون دوستت بود اونجا؟ خوبن اونا؟ خوبن مرسی. خب مرتضی من دیگه برم دیگه. خداحافظ دیگه بچه‌ها. آخه شما چیزی نخوردین. تو رو خدا من میفرستم جلو در با پیک. من رفتم تو بر. هستیم را با آتش کشیدی.